با مقصد فراهم آوردن شرایط بهتری تعلیم و تربیت کودکان در مؤسسه‌های تا مکتبی شهر باختر، تدبیرهای آبادانی و سازندگی در دایره نقشه چوبینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و شعبه معارف وسعت یافته ایستاده است. در این زمینه در مؤسسه‌های تا مکتبی رقم‌های 2 و 16 یک قطار انشاءات اجتماعی و انفراساختار زمانوی مورد بهره برداری قرار گرفتند. همزمان میدانچه‌های معاصر ورزشی با تجهیزات زمانوی و محیط امن و آرام برای بازی فعالانه کودکان ساخته شده به رشد جسمانی و ذهنی آنها مساعدت می‌کنند. دالان‌های برهوا و صحبت‌کده‌های زیبا برای بازی و فراغت کودکان امکانیت فراهم آورده محیط روانی و اجتماعی مؤسسه‌ها را باز هم جذاب‌تر نمودند. در مراسم افتتاح انشاءات نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر، شعبه معارف، مدیران مؤسسه‌ها، والدین کودکان و دیگر مهمانان اشتراک نموده از عملی شوی چنین اقدام‌های سازنده اظهار قناعتمندی و خوشنودی کردند. ذکر شد که چنین اقدام‌ها بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره تلاش‌های حکومت جمهوری برای رشد زینه اول تحصیلات راه‌اندازی می‌گردند. همچنین در این روز در صحن مؤسسه‌ها همایش ایدانه نوروزی برگزار گردید. مربیان، تعلیم گیرندگان و والدین آنها با خوشحالی جشن بین المللی نوروز را تجلیل نموده با اجرای سرود و رقص، شعرخوانی و بازی‌های خلقی و چوبینی رنگ تازه بخشیدند. نمایش لباس‌های ملی، دسترخوان ایدانه عنعنوی و صحنه‌های نوروزی از جانب کودکان محیط ایدانه و روح بلندی را احیا نموده مهمانان را شاد گردانید. چون این چوبینی‌ها نه تنها شادی و نشاط را به کودکان می‌آورد بلکه آنها را به معرفت فرهنگ ملی و احترام به ارزش‌های عنعنوی راهنمایی می‌نماید. مسئولین اظهار داشتند که برگزاری چنین برنامه‌ها در زمینه تربیت اخلاقی و تندرستی کودکان اینچنین جلب فعال والدین به روندهای تعلیم و تربیت نقش مهم و مؤثر دارند. مربیان و آموزگاران مؤسسه‌های مذکور اظهار می‌دارند که محیط تازه آباد و شرایط زمانوی تعلیم و تربیت در برابر بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی تا مکتبی و بلند شدن سطح شوق و رغبت کودکان و اشتراک فعال والدین مساعدت می‌نماید. اشتراکداران چهاربینی نوروزی با چهره‌های پر از شادی و روحیه بالیده صحنه‌های رنگین و برنامه ایدانه را تماشا نمودند. نوروز همچون جشن احیا، پاکیزگی و شادمانی در این روز برای کودکان به یک روز فراموش نشونده تبدیل یافت. جولان زدن کودکان در صحن میدان سر سفره ایدانه با غذاهای سنتی و صدای خنده آنها محبت به زندگی و احترام به ارزش‌های ملی بودند.